پیشداری از کلگی کده به من خوب میگه. حال دیگه کلگی خلیلم میشناسن. از شما هر قدر تشکری کنم کم است. شما زندگی مرا نجات دادی. این لعنتی از تو چی میخواد؟ او از من یک چیزی نمیخواید. او میخواید مرا بکشم. من شاید یک کار غیر قانونی بودم. او خیر باید تیر دونشون میزن. هم زندگی دختر بیچاره رو نجات دادی و هم با اصحاراتی دختر یک بانت مافیا رو دستگیر میکنی. خدا کنه. خدا خیرتان بده. اگه شما نمی بودین اون لعنتی مرا در اینجا میکشت. بازم خوب شد بخیر گذاشت. اگه جای من هر کسی می بود این کارم میکرد. خداوند از تو راضی باشه. استغفرالله. به خاطر دادن اصحارات باید امروی ما برین. شما زندگی من نجات دادین. تا که زنده باشم به شما دعا میکنم. درست از دخترم بخیر بری. خوب شد بخیر گذاشت. خوب شد بخیر گذاشت. لعنت هم به میلی بسش و هم به سرویسش. سینان دقار و غضب خدا شوی. باورم نمیشه که من فریب داده باشه دفنه. من از اولم برات گفته بودم که سر وکیل باور نکن سینان. بیبی بالاخره به گپ من رسیدی. بله حق با تو بود. دیگه نمیخوایم که حتی روی اورال لعنتی رو ببینم. همون تو که میگی سینان. حالا حتما چشمایش خون گرفته و میخوایم ما را جزا بده. حتما. او تنها یک مریض روانی نیست، یک بدماش بزرگم است. سینان بیبی میفهمم که لالای تو است، درک میکنم، اما من از اول از اورال میترسیدم که کدام وقت سرم بلای نیاره. توبه باز دغم جان کندن، قصاب دغم چربو. تو چرا میترسی؟ اگه ملامتی کلگی را در گردن من اندازن نامم دفنه نباشه سینان. زیاده روی نکو دفنه. طلاق گرفتنت از من حقیقت تغییر نمیده که از مستی. بدون گرفتن لاکتی که من برای تو فدا داده بودم از اینجا رفتی. شکر که در آخرین لحظه نجات پیدا کردم خدایم. اورال به خاطر این کارم حتما برام ضرر میرسوند. خاله جان تو آمدی؟ آمدم، اما خاله تو نیستم. پس چی هستی ها؟ کاکایم؟ من مستم اما خاله جان تو چقدر یک زن جالب هستی. خاله اما چی فرق میکنه؟ هر دویش اینی چیز است. با شام غذای بسیار خوشمزه تیار کردیم. بیازو از بویش مشخص است.
بیخی فهمیدم. تا که رنگ ناخن انگشتایت میباشه نباید غذا پخته کنی. میکروب داره، میکروب. هنوز کسی را ندیدیم که توسط غذای ما مرده باشه، اما بسیاری را دیدیم که با یک نگاه ما مردن. توبه استغفرالله. دیگر را در غذای شب نمیاین. پس فقط ما و خدا که هستیم ها. تنها میباشیم، همون نیست. برات آهنگم میخونم. راستی چی گفتی؟ ما هم دایره خدا بیارم. راستی میگی خاله؟ چپ شو، برو اعصاب ما خراب نساز دختر. آهنگ میخونه. تنها مونده، ما خدا جوانی قسم نبودیم. توبه کردیم خدایا. یام پیسه منصفه مرا بسیار آزار داده. وقتی که من بگویم پرداخت میکنم پرداخت میکنم. خدا میفهمه که باز چی گلا باو دادی. بی نمیگی خوب شد که پرداخت کردی. بیا میدان قمار خالیس باز گپ میزنی. استغفرالله. من از قمار بازی کردن توبه کشیدم. دیگه هیچ وقت بازی نمیکنم. اگه بازی کنم دو چشمم کور شوه، فهمیدی؟ به وطن خود میرم، به زادگاه خود. ملکه دختر تو یک دور بخو. دور بخو. آی بسیار مقبول معلوم میشی. راست میگی. ماشاءالله بسیار مقبول شدی. بسیار خوب، مبالغه نکردیم نی؟ فوق العاده است. پریواره شدی. آی اما راست میگم. عزیز چی شده؟ پریشان معلوم میشی. چیزی نیست، من خوب هستم. اما تو چطور قدر مقبول شدی ملک من؟ خوشت آمد؟ خوش داشتنم چیه کلمی هست، زبانم بند میشه. به هر صورت ما هم بالا میرم. ما هم یکم اگه بجب خدا باید بگیرم دیگه. بله اصلا. سلام کنان. ما به خاطر غذای شب بیرون میریم. تو هم همراهی ما میایی؟ اگه واقعا میخوایی که بیایم میایم. فکر کو که میخوایم. درست است. ما هم پسانتر حرکت میکنیم. درست را میبینیم. درست است. شب بخیر. نوش جانتان. نوش جان. چطور از لذت میبرین؟ تیم دفنه و سینان، به خاطر که امروز پلانایتون با خاک یکسان کردم حال زانوی غم بغل گرفته نه؟ ای چه قسم یک پلان بود اوران؟ دروغ است که تعادل فکری نداری. دروغ است که عصبانی میشی و هر چیزی که پیش روت میایه نابودش میکنی. یا هم دروغ است که بازور با یک دختر روسی کردی و اون از پیشت فرار کرد و رفت. باید مخونه نزن سینان، به خدا قسم پشیمان میشی. خودت بگویی که ما به منافع شرکت فکر کردم و یک سلسله اقدامات لازمه روی دست گرفتم. ای چی مشکل داره؟ وقتی که توسط تصمیم‌های غلط شرکت ضرر ببینه کل ما تاوان میکنه مورال. ایره میفهمی؟ مثل آفتاب روشن است که تو سالم فکر نمیکنه اورال و هر کس متوجهی است. زیاد گپ نزن سینان. ریسمان شما در دستم هست. اگر خواسته باشم میتونم هر دویتون همیار از شرکت اخراج کنم. به 2 قرار معاش وابسته خواد شدین. فهمیدین؟ همین کارا میکنم. باور کنین میتونم این کارا بکنم. شک نکنین. از این خاطر متوجه گپایی که میگی باش. زبانت جمع کن. ملکه فعلا خوشترین آدم روی زمین هستم. مام عزیز. مام ما سالا با عشق پایان ناپذیر تو زندگی کردیم و همیشه آرزو داشتیم که روز برسه.
چقدر زیبا معلوم میشین. تو زیباتر هستی دختر مقبولم. میفهمی چرا؟ به خاطر که تو فرزنده عشق هستی. عزیز قسم نگو بلیاز خود. دروغ میگم. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. بیا بشی کنم. خوش آمدی. خوش باشین. تو ایره بیبی در یک لحظه کل چیز فراموش کرد و رفت. بیبی جانم در روزای سخت همیشه در پیشین بودین ابرا. خواهش میکنم همیشه همراهت میباشم. بسیار خوش آینده است. تو تنها کسی هستی که من واقعا درک میکنم و برای اهمیت میده. خوب است که هستی. با تشویش هستم که چطور هستی. فکر و هوشم با توست. خدا کنه که خوب باشی. پشتت دق شده. خلاصه باید بگوییم که در این میز یک قهرمان شیشته. باورم نمیشه کنن. اقدر اتفاقات رخ داده. اگه کنون نمیامد هیچ چیز نمیگفتی. مای ملکه ما گفتم یک دفعه قهرمان حادثه بیایه بعدش با شوق براتون قصه خود کدام. بچیم هیچ نترسیدی اگه کدام بالای سرت میامد؟ نه مادر جان کدام چیز قابل مبالغه نیست. در تو شرایط آدم درباره کدام مسئله دیگه فکر نمیکنه فورا اقدام میکنه. آی کنون همی قسم است فقط کار دل خودم میکنه. بله همه قسم است. هر کاری که دلش بخواه همون انجام میده. چیزی که قلبش به او باور کنه پشت همون میره. من با شما بعضی توفای کوچک دارم. دخترم چی ضرورت بود؟ پدرجانی از تو هست. بسیار زیاد تشکر. مادر جان ایام به تو هست. تشکر دخترم. وای 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 ببینین که دختر با پدرش چی گرفته. ببینین اوه بسیار مهربان استی دختر. کنون ایران به تو گرفتیم. بسیار تشکر. شکر که هستی. آدم در روزای سخت قدر عزیزای خودم میفهمه. اوه آقا خلیل بخی نورانی شدی. چقدر شیک معلوم میشی. خب وقتی که پیسه باشه شیک شدن آسان از خانم ابرو. یعنی از عزیز پیسه را گرفتی؟ به خدا پیسه را گرفتم. حالا آماده شو تو را به غذا خوردن میبرم. صبح بخیر سفر دارم به وطن میرم. او هم برای همش. گرچه به خاطر تو به تشویش میباشم اما ماشاءالله تو از مکده خوب ترغمت خورده میتونی. خب یگان دفعه به دیدن دخترت خب میایی هرچی نباشه حالا بسیار پیسه دارستی. به خدا اگه احترام داشته باشی باز یک فکر خواد کدام. حالا دیگه برو آماده شد.
شما اورال دیمیروغلو خانم اصل سانجا که به حیث خانومتان قبول میکنین؟ بله. و شما خانم اصل سانجا آقای اورال دیمیروغلو را به حیث شوهرتان قبول میکنین؟ تو همیشه لایق بهترینا بودی و هستی اصلا. بسیار معصوم و پاک هستی. اگر کدام مشکل برات پیش آمد هر وقت میتونی به وزن بزنی. درست از همیشه همراهت میباشم. گپایی که چند لحظه پیش گفتی درست است اصل؟ بله، حسه که در برابر دروم هیچ تغییر نکرده. همیشه برام بسیار خاص بودی و همه قسمم میپوشی. تو هم برای من همیشه خاص بودی، بسیار خاص. اما دلیل این تغییر ناگهانی تا هیچ نفهمیدم. فهمیدن بعضی چیزا سخت است، حتی لازم نیست که بفهمیم. من به خاطر محافظت از عزیزای مجبور شدم قسم کنم. حالی هم فکر نکنم اگه برات بگویم درکم بتونی. به خاطر تحفه تشکر. میخوایم که گپای تا بشنوم. تو از چی وقت قدر به فکر مستی؟ من از اولین روزه که تو را دیدیم، تو را شناختیم و تو فکر میکنم از خود که زیادتر خوبی تو را میخوایی. فکر میکردم که از من نفرت میکنم. نفرت نمیکنم. حالا دیگه چی هست؟ مادر جان ایره بگی و در یک جای صحیح بودش کن. ای چی هست اصلا؟ اگه مرا چیز شوه میخوایم ایره با پولیس بیتی. یعنی چی که اگه مرا چیز شوه اصل تو را چی میشه؟ اما تو گفتم تو ایره به خاطر من نگاهش کن مادر جان. درست است؟ درست است. کنان چی شدن؟ کدام خبر بعد است؟ نمیفهمم. مرام با عجله اینجا خواستن. برای تو کدام چیز گفتن؟ با دکتر زنگ زدی؟ همراهش گپ زدی؟ نه گپ نزدم. دکتر بیاید.
چی شدهش دکتر صاحب؟ او خوب است نه؟ دکتر چی گپ است؟ بزن دکتر. دکتر لطفاً یک چیزی بگو. آقایان اول خود چشمتان روشن. مریض از کما برآمد و خدایا 1000 بار شکرت. بعد از یک مدت طولانی چشمش باز کرد و به زندگی برگشت. یعنی خواهرم میتونه زنده باشه؟ گفتنم میتونم که کاملا خوب شده، تداویش ادامه داره، اما گفتم میتونم که یک کومای وخیم سپری کنم. خدایا 1000 بار شکرت. میشه ببینمش؟ داخل رفتم میتونم؟ بیادرش اینجا استاد است. تو صبر کن ماهی گیر. کجا میری؟ ببینین، خوب شدن صحت خانم الینا به صورت کامل به شما بستگی داره. ای که جگرخون نشه و اصلا استرس و هیجان نداشته باشه شرط است. کوچکترین مشکل میتونه وضعیتش خراب کنه. درست است دکتر، تشویش نکنین، بسیار احتیاط میکنه. حال به نوبت و بسیار کوتاه میتونین ببینینش. آقا کنون میخوای اول شما را ببینه. اورال به خاطر خواهر ما لطفاً. چند لحظه بعد شما را داخل. درست است، تشکر. شفا باشه. زنده باشین، زنده باشین دکتر صاحب. پدر جان بیاد سرخانه آماده است، منتظر تو هستیم. میایم دخترم. فکر میکنم کامپیوتر چیز شده، USB را باز نمیکنه. چی شده؟ چی بفهمم؟ ده این وقت فلام خودشون کامپیوتر جور میکنن، اما مرا ببین یک USB را انداخته نمیتونم. خیر است، من این مشکل حل میکنم. جانم، تو خوب هستی؟ حال خوب تر هستم. میفهمیدم که خوب میشی. محبت تو مرا پس به این زندگی برگشتند. بعد از این بسیار خوش میباشیم. خوش میباشیم نه؟ البته جانم، حتی خوشترین زوج دنیا میشیم. کافیست که تو خوب شوی. تو که ده پیشم باشی من خوب میشم. من همیشه پیشت میباشم، تو هیچ تشویش نکن. بعد از این روزای بسیار خوبه میداشته باشیم. بیادرایم کجاستن؟ اونا خوب هستن، کل چیز خوب هست. تو حال بدگرا فکر نکن، فقط به خود فکر کن. کل ما در پشتت هستیم، کم بعد اونا هم پیشت میآین. کدام مشکل خونست؟ نه خیر نیست، تشویش نکن. بعد از یوم نمی باشه. قسمه که گفتم کل ما در پشتت هستیم. چی شده دختره؟ پدر جان تو از این استفاده نکن. آخر چرا؟ فکر میکنم خراب شده چون بازش کردن نتونستی. راستی؟ در ضمن قسم هر چیز در کامپیوترت وصل نکن، به خاطر که کامپیوترت ویروس میزنه، خرابش میکنه. این فلش ویروس زده گیره کی اینجا پود کده؟ پود کده؟ نه پود کدن چی؟ چرا پود کنه؟ دخترم میفهمم که تکنولوژی رو بلد نیستم، اما میفهمم کی چی رو در کجا پود میکنه. دخترم ای فلش در بینی بود پدر؟ بله از بینی برآمد. آی پدر جان، در ای فلش خب فیلم عروسیم هست. های دور منداختمش، اما گفتم فعلا در اینجا باشه. فیلم عروسی؟ گفتم میشه به کار بیاید، در اینجا ماندمش. حال دور مندازمش، هیچ نمیخوایم ببینمش.
حالا دسترخوان آماده است، منتظر تو هستیم. درست است، بریم دخترم. مریض از بخش مراقبت‌های ویژه خارج میکنیم آقایان و به اتاق عادی انتقال میدیم. بعداً میتونیم. این خبری بود که میخواستم بشنوم دکتر صاحب. اما دکتر صاحب یک چند مسئله است که فکر مرا مشغول ساخته. بفرمایید میشنوم. من فعلا در یک هتل زندگی میکنم تا که یک خانه مناسب پیدا میکنم. چت یاد نگو ماهیگیر. الینا همراه ما به خانه خودش میره، همراه تو به هتل روانش نمیکنم، فهمیدی؟ کسی از تو پرسان نکرد. من همراه دکتر صاحب مشوره میکنم، تو کمه چا باش. لطفاً دیگه بس کنین. ماهیگیر تو چتیات میگی خواهرم نو از دم مرگ برگشته، میخوای که در گوشه هتل اذیت شوه؟ آخرین کسی که اذیتش میکنم من خود بودم، تو تشویش نکن. بس دیگه بس. آقایان لطفاً گفتگو نکنین. توصیه ما به شما است که به خانم الینا یک محیط مجهز با تمام امکانات فراهم شود. حتی در صورت امکان یک پرستارام استخدام کنین که هر روز منظم او را ببینیم. دیدی نظر ما و دکتر یکی است. درست است. صحیح است. هر چیزی که شما میگین درست است. من حاضر هستم هر چیزی که بخیر الینا هستم تو کنم. از این خاطر تا که خانه ما و الینا آماده میشه اجازه میتم که پیش شما باشم. تو کی هستی که به من اجازه میدی الینا پیش ما باشه یا نه؟ ها من به حیثیت بیادر شوره میگیرم و به خانه خودم میبرم. نظر به ای که کل ما با تفاهم رسیدیم، پس مشکلی نیست. الینا هم با ما میره. کنعان تو هم دمی اثنا یک خانه پیدا کن لطفا. درست است. اینا چی شدن ها؟ راست میگه کجا بوده؟ این از چی وقت صبحانه آماده است و انتظار شما را میکشیم. آی دبالا کده کامپیوتر یوز بی از چی است که تو مصروف بودم. کامپیوتر پدرم کمی مشکل داشت، من کمکش کردم. چه قسم یعنی؟ بله اگه کلگی آماده باشه سرویسش شروع میکنم. چرا از من شروع میکنی؟ دیگرها هستن بیبی. خانوما و آقایان این غذای خوشمزه انتظار شما رو میکشن. ای گل صبح چی گپایی میگی به خدا؟ در ادبیات لایق بودم. یعنی تو مکتبم خواندی؟ از من مکتب زندگی بود خاله جان، اما شعر بسیار دوست دارم. یگان دفعه یگان چیز میگم دیگه. خدا خیرت بده دخترم، بسیار مزه داره است. والا مرام خوشم آمد. ملکه تو هم بگو که خوش کردیم که بیخی سعی شوه. اما بسیار خوشمزه است. آی نوش جانتان. این موتر را شرکت برش دادن؟ تا چند روز پیش خود ایستادگاه منتظر مینی بس می بود. هر رئیس از بهترین کارمند خود حمایت میکنه جانه. درست است، ما به همون رئیس کار میکنم. نفهمیدم چرا تو. خب دیگه رئیسای هوشیار کارمندای هوشیار خود خوب در میشناسه قنده. بله کنان. خوب است، بسیار زیاد خوش شدم. خبر خوب است، چشمت روشن. درست است خداحافظ. این چی شده؟ الینا از کوما برآمده، به زودی خانه رفته میتونه. خدا را شکر. آی بسیار جوان از خدا برش عمر طولانی بده انشالله. خدا را شکر که خوب شد. اصل چی شده دختر؟ مثل که تو هم جگرخون شده باشی و هم خوشحال. نه البته که خوشحال شدم. پس درست است. امروز صبح مگه انرژی بسیار عجیب دارم. بس کو دیگه دختر، یک انرژی تو کم بود، یک کم چوب باش. حالا غذایتو بخور. آی سینان چند بار زنگ زدم پیام روان کردم، ترسیدم کدام اتفاق بد نفتاده باشه. ابرو ما واقعا روزای بسیار بدی را سپری میکنم. لطفا کمی درکم کن.
یعنی هر وقت نمیتونم جوابت پس بدم. نه، یعنی ما وقتی که تو جواب ندادی فکر کردم که نشه ندانسته اشتباه کرده باشه. نه جانم، چی ربطی داره؟ اما امروز خوش معلوم میشی. بالاخره الینام به هوش آمد. کل ما بسیار خوش هستیم. سینان، باورم نمیشه. ای خب بسیار یک خبر فوق‌العاده است. بله واقعا یک خبر فوق‌العاده است. صبح وقت به شفاخانه رفته بودم. یک چند دقیقه اجازه دادن که ببینمش. بسیار خوب معلوم میشد. البته یک خبر خوب است. کدام خبر بدم است نیکه؟ اورال و کنعان بازم مثل موشو پشک هستن. از قرار گرفتن بینشون دیگه خسته شده. هیچ کس به فکر من نیست. اورال مثل به مدرسی که در لحظه احتمال انفجارش باشد در 4 طرف میگرده. از تشویش تا صبح خوابم نمیبره ابرا. سینان، اگر کسی نباشه من خو هستم. من همیشه همراهت هستم. تو لیاقت هیچ کدام اینا رو نداری. تو بازم اینجا هستی؟ راستش بعض اوراق بود که باید اینا امضا میکردن. میبینم که از دفتر خود که زیادتر وقت اینجا سپری میکنی. حالا از هر وظیفت برو. میشه بگویی چی گپ است دفنه؟ خوشم نمیایی او دختر هر دقیقه اینجا باشه سینان، درست است؟ او فقط کار خود انجام میده، چت یاد نگو. با من خودتو معلوم نمیشه که او فقط کار خود انجام بده. عشق تو ما را پس به زندگی برگشتن کنم. من چی میکنم؟ چطور میتونم با احساسات یک دختر معصوم بازی کنم؟ من چی میکنم؟ کنان؟ بهادر؟ بچم تو کجا هستی؟ ده اصل تو کجا هستی؟ بالاخره ده اینجا روبرو شده. چطور هستی؟ من خوب هستم بچم، تو زنده هستی؟ ایره بگو. البته که زنده هستم. تو کجا هستی بچه؟ ای ماجوان. خوش شدم که الینا خوب شده. مام، اما با من خوب معلوم نمیشی دخترم. ای به الینا کدام ربطه نداره. حتی از دیگرها که زیادتر من خوش شدم که خوب شده. دخترم من تو را بسیار خوب درک میکنم. به خاطر یک چیز ناممکن غمگین شدن خوب نیست، اما مسئله کنان مادر اون مسئله بسیار وقت پیش بسته شد. بیازو بسته شدنش به خیر همگی است. اما میفهمم بسیار سخت است که آدم مانع احساسات خود شود. کنان عروسی کرده. الینام یک دختر بیچاره و معصوم است. تو چرا این گپا رو برای من میگی مادر؟ یعنی چی؟ حالا نصیحت کردن ممنوس؟ از خاطر که من کدام اشتباه نکنم قسم گپ میزنی نه؟ دخترم من بسیار خوب میفهمم که تو کدام اشتباه نمیکنی، اما قلب فرمانه نمیشنه و ایره باید بفهمی. بیبی من اگه کنانه دوست داشته باشم، اگه از عشقش بمرم، کار نمی کنم که او یا الینا جگر خون شود. دخترم مقبوله. چه روزایی بود کنان؟ یادت میآید یک دفعه از دست تو ابرویم پاره شده بود. مام از دست تو از دست کاکاسم لط خورده بودم. باز چی کرده بودیم بچم؟ فقط یک دوتا آلو دوزی کردیم. به خاطر یادم لط میخوره. تو خلط نخورده بودی. او وقت من مثل سنگ پشت کاملا تنبل بودم، اما تو مثل خرگوش گریختی و رفتی. خب چی میکنیم؟ چی وقت از جرمنی پاس آمدی؟ ده اصل به همیشن آمده. گاهی اونجا هستم گاهی هم اینجا. یک شرکت کوچک سیاحتی دارم، همراه او مصروف هستم. یک دو کشتی هم دارم، همراه از اونا کار میکنم. این خب بسیار خوب است.
خوب است اما از اینکه زیادتر در جرمنی میباشم با کارا اینجا چندان رسیدگی کردن نمیتونم. خلاصه با کمی مشکلات دچار هستم. والا جیگرخون شدم. خب چی پلان داری ها؟ اگه کسی علاقه من باشه میخوایم که بفروشم، ولی کسی که ضرورت هست باید به این کارا بفهمه. خب هرچی که قسمت باشه. سخت است دخترم، میفهمم بسیار سخت است. آی چطور قسم لباس قدیمی پوشیدی خیرت است؟ نکه کدام خواستگارت میایه؟ شما رش خندم کنین. آفرین. گوشواره الماسم که از مادر خدا بیامرزم برای میراث مانده بودم میخواستم بپوشم، اما پیدایش نتونستم. از بس که پالیدم بیخی سرم چرخ خورد. به یاد نداری که در کجا ماندیش؟ والا به یاد ندارم. مانده نباشی بیاده. آی زنده باشی کنون. بیا بیشی شیریم. خب چی گپا از قصابش تو است؟ الینا دخترم چطور است؟ خدا را شکر خوب است. ما هم دعا میکنم که دختر خوب شود. انشالله که خوب میشه. از او وضعیت بیرون شد، بعد از این خوب خود شد انشالله. کنون در حسه اورال باید یک تصمیم بگیریم. دقیقاً ما هم دی باره میخواستم گپ بزنم. فقط یک رو است که او دیوانه را زیر کنترل نگاه کنیم. او همی است که تو زیادتر اینجا بیایی. آیا همراه او دیوانه ای کار حل نمیشه؟ از دست او دیوانه شرکت ور شکست خود شد. با تو است بیادر. یک باری کارا رو برا شود. من از دگهش نمیترسم. لالا گوش کن چی میگم. میفهمی که امروز چی شد؟ از دوران طفولیتم یک دوستم است به نام بهادر. امروز همراهش روبرو شدم. 2 کشتی و یک شرکت سیاحتی داره، ولی میخواد که بفروشش. یعنی دکتر پیش پای شیر آمده. دقیقاً اما تو است بیادر. بلا باور که دیگه از هوای اینجا و هر روز روبرو شدن با اورال دیوانه خسته شدیم. لالا تصمیم دارم اون شرکت بخرم. صبر کو بچه، مجله کار شیطان است. آدم قسم دفتن تصمیم نمیگیره. یکم فکر کو چرت بزن باز تصمیم بگیر. لالا باور کو ضرورت نیست. قلبم میگه که به این کار شروع کن. حتی یک روز دیگرم ده اینجا سپری کده نمیتونم باور کو. یعنی مرا تنها میمونی؟ لالا ما هیچ وقت تو را تنها نمیمونم. تو امیره بسیار خوب میفهمی. فقط اجازه بده با جایی که متعلقش هستم با دریا برگردم. ای آرزوی دوران طفولیتم است. کنون اجازه چی بچه؟ مهم خوشحالی تو است. من زیاد علاقمند نیستم که در اینجا باشم. البته تو حال مسئله ناست. کم از کم بفهمم که سر خورم چی بلای آمده. انتقام رو میگیرم، بعد از اون من از اینجا میرم. میفهمم بیادر. انشالله که بزودی این مسئله حل میشه. انشالله. خب چی بگویم؟ مبارک باشه. لعنتی. چی گپ هست؟ دیگه چی شوه؟ هنوزم با اورال درگیر هستم. باز چی کده؟ در ارتباط با جلب کارمندای شرکت صلاحیت من سلب کردن. چی؟ من پیش کارمندا رسوا و ذلیل کرد. دیگه خسته شدم. انسان از بیادرسه که خود نفرت میکنه دفنه. من نفرت کردم. پس بگو که امروز اورال 2 شکار کرده. چی مانا دارم؟ صلاحیت امضای مرام فسخ کرده. خدا لعنتش کنه. سینان بیبی بس نمیکنه. هدف اورالی است که با نشان دادن قدرت ما را سرکوب کنه. بله گل گفتی دفنه جان. با گفته تو کدام اورال در مقابل خود قرار دادم. بیبی که چی شد ها؟ دیدی؟ یعنی تو راضی بودی که در سیستم سابقه سرکوب شده بری؟ دفنه لطفا نمیخوایم گفته کنم. نمیخوایم. درست است. من خاموش میباشم تا موفق به هیچ کار نشم. دفنه فقط یادداری بگویی دفنه. از عهده یک بیادر خود برآمده نمیتونی.
اینجا عزم است؟ برات گفته بودم که روزای خوبت میرسه. روکو پسکنده بگو. من بازی از ما میخوایم چی بگویم. بسیار روکو پسکنده گپ زدم. یک چیز بسیار مهم است که میخوایم برات بگویم. چی شده؟